سوی جون به نظرتون این 6 متری چند سال طول کشیده تا بافته شده؟ یه سال و نیم. 3 سال طول کشیده. 3 سال؟ این فرش 3 سال طول کشیده به خاطر اینکه تمام ابریشمه، به خاطر اینکه 80 رجه و اینکه خیلی‌ها فکر میکنن این کف ساده بافتن خیلی راحته. نه، یه استاد بافت 30 ساله باید این ساده ها رو ببافه که چی؟ که فرش رگه نیفته و خراب نشه. این اصلا فرش این بهشته. بهشت آوردیم کنار میخوای ساب یه بهشت. شعرم براتون بخونم؟ یه شعر بخونیم. آهان میگه آن شنیدستی که میگفت فخر سرشت، زیر پای مادران باشد بهشت. الان من یه مادرم، بهشت آورم زیر پای سوری جون. بهشت الان نوید گذاشته زیر پای اصلا با ارزش تر شده. باورتون میشه همچین چیزی؟ این فرش کنار سوری جون اصلا باورتون میشه؟ به خدا این باید لباس عروس بشه. آها یه چیزی بهتون بگم. اولا باورتون میشه از استرالیا، از کانادا تمام برای من تلفن کرده کسانی که میشناسم که تو چی کار داری میکنی تو تهران؟ گفتم والا کاری نمیکنم، نوه من یه همچین هنری داره و این هنرشو داره به این وسیله عرضه میکنه. البته احتیاج به من نداره ولی خب دوست داره که من تو این کارش باشم. تاج سر شما. من نمیدونم در چه سن و سالی هستین که بر من کامنت میفرستین ولی قربون همتون برم، همتونم دوست دارم. خیلی مخلصم. ارادت. منم خداحافظی کنم. بای بای. این ماچ عاشقانه مال همتون. مال همتون.